آماری رسمی گرفتارشوی ساکنان شهر گولستان به بیماری کوروناویروس هنگام نشست مطبوعاتی رئیس این شهر بахтиёр саидаҳмадзода انیق کرده شد. تاکید گردید که 26 نفر ساکنان شهر گولستان با کووید-19 سیرویت یافته زیر نظارت طبیبان قرار دارند. حالا فوت از این بیماری تا به امروز به قید گرفته نشده است. در دوره حساباتی 30 حادثه این بیماری به قید گرفته شده است. 4 حادثه با التیҳоби дутарафаи شش و 26 حادثه با تشخیص PCR مثبت کووید مثبت. 19 نفر تا این زمان سالمگردانی کرده شدند. 11 نفر تحت نظارت طبیبان عائلوی قرار دارند. در بیمارخانه‌های ولایتی بیمار از شهر شهر گولستان وجود ندارد. در این زمان یکی از راه‌های پیشگیری نمودن بیماری سیرویتی کوروناویروس این رعایت قاعده‌های بهداشتی است. از این رو ستاد شهری در شهر گولستان هم‌روزه کارهای ترغیباتی را پرزور نموده ساکنان آسیب پذیر را برای فرا گرفتن به واکسیناسیون دعوت می‌نمایند. ترتیبی نشست شهری پیشگیری از این بیماری سیرویتی کووید-19 ما کارهای تشکیلاتی ترغیباتی دیگر شدیم و امروز از طرفی در عنوان ساکنان شهرکو ما تشکیلات گذاشتیم و اون شده واکسین رو امروز قریب ما 4816 نفر رو واکسین تامین کردیم و من امروز خواهی شدم به کارخانه‌های کلانی که امروز در گولستان وجود دارند که خودشان با واکسین ها خریداری کنند. اگر برای خودشان برای کالارا امروز واکسین کردن نکنند امروز برای اقتصادی توریستان اون ضرری نرساند. نابسته از کارهای ترغیباتی شهر گولستان با متخصصان ساحه طب مخصوصا دکتران عائلوی روانپزشکی احتیاج دارند، زیرا بیشتری متخصصان در سن نفقه قرار دارند. از حساب نبودن کادرهای خوب آنها هنوز به کارهای تبابتی و تشخیصی دست میزنند. در برابر این مؤسسه‌های ساحه تندرستی به 7 نفر متخصصان احتیاج دارند. اینچنین در سن سالی نفقه بودن و 22 نفر یعنی دکتران هستند و در سن سالی نفقه قرار دارند. قاعده تامین شدن با وزارت تندرستی ماهی متن درخواست ارسال کرده‌ایم. بعد ختم دوره آموزش اینترنت طبیبان اینو درخواست کرده‌ایم و کار حاضر می‌شویم. در نشست مطبوعاتی رئیس شهر گولستان بیش از 40 نفر خبرنگاران شرکت ورزیده نزدیک 50 مسئله ها را مورد تحلیل قرار دادند. مثلا معلومات داده شد که دومی 6 ماه اول سال 2021 با مبلغ بیش از 2 میلیارد سومانی در شهر محصولات استحصال گردیده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته نسبتاً زیاد می باشد. موضوعهای دیگری نشست مطبوعاتی رئیس شهر گولستان را در گزارش‌های من بعد مورد تحلیل قرار خواهیم داد. گزارش مفنوشکر و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.